قربانی. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم برای مسلمانان در عید اضحی آنچه را که قربانی نامیده می شود سنت مؤکد گذاشتند که عبارت از ذبح چهارپایانی در ایام قربانی جهت تقرب جویی به الله متعال می باشد، به دلیل فرموده الله تعالی که فرمودند پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی بکن. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دو قوچ سیاه و سفید شاخدار را با دست خودشان بسم الله گفته در حالی که یک پایشان را به گوشه شانه آنها گذاشته بودند ذبح کردند. وقت ذبح قربانی بعد از نماز عید قربان آغاز می شود و تا غروب خورشید آخرین روز ایام تشریق یعنی روز 11 و 12 و 13 ذی‌حجه ادامه دارد و یک گوسفند از یک شخص بسنده است و می تواند با خود کسان دیگری را که خواسته باشد در اجرش شریک سازد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که قربانیشان را ذبح کردند فرمودند به نام الله ای بار خدایا از محمد و آل محمد و امت محمد قبول فرما. و شرکت 7 نفر در قربانی یک شتر و یا یک گاو جواز دارد، به دلیل فرموده جابر رضی الله عنه که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما امر فرمودند که در شتر و گاو شرکت کنیم، هر 7 نفر ما در یکی از آن. و شتر بهترین قربانی است اگر به طور کامل باشد، زیرا که بهای بیشتر دارد و برای مستمندان منفعت بارتر است. بعد از آن گاو است اگر به طور کامل باشد. بعد از آن گوسفند است. بعد از آن 1/7 سهم شتر است. بعد از آن 1/7 سهم گاو است. در آنجا عیبهای مانع آن می شود که چهارپایانی قربانی شود، مانند این که حیوانی که یک چشمش کور باشد و نابینا را نیز شامل می شود، و یا حیوانی که یک پایش لنگ بوده نتواند راه برود، و یا حیوانی بیمار و لاغری که توان راه رفتن را نداشته باشد. و دلیل آن حدیث برا ابن عازب رضی الله عنه است، این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند جواز ندارد قربانی کردن حیوانات کور معلوم و لنگ واضح و بیمار واضح و لاغری که در استخوانش مغز نداشته باشد و هر عیب دیگری که مانند آنها بوده و یا بدتر از آنها باشد به آنها می پیوندد. ولی برخی از عیوب مانع قربانی نمی شود، مانند آن که دم نداشته باشد و یا آن که هنوز شاخ نکشیده و یا آن که خسی شده یعنی خایه‌اش را بریدن و یا حیوانی که در گوشش بریدگی و یا پارگی و یا در شاخش شکستگی و یا مانند آن از عیبهای ناچیز باشد. و مشروع آن است که صاحبش 1/3 سهم را بخورد و 1/3 سهم دیگر را هدیه بدهد و 1/3 سهم آخر را صدقه بدهد. اگر همه آن را صدقه داد جواز دارد و اگر بیشترین بخش آن را بخورد نیز جایز است. و در این زمینه علما تذکر دادند که قربانی کننده و هدیه کننده باید توجه نماید که از این گوشت‌ها استفاده شود و ضایع نگردد، چنانچه بعضی از زائران حیوان را ذبح می‌کنند و پوست نکنده و قطع نکرده در همانجا رها می‌کنند، پس کسی از آن استفاده نمی‌کند. و کسی که اراده قربانی کردن را دارد برایش مجاز نیست که پس از دخول ماه ذی‌حجه چیزی از موها، ناخنها و پوست بدنش را بگیرد تا زمانی که دهه ذوالحجه فرا رسد، به دلیل حدیث ام سلمه رضی الله عنها که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند زمانی که دهه فرا رسد و یکی از شما اراده قربانی کردن را داشته باشد پس از موها و پوستش چیزی نگیرد، اما کسی که از طرف آنها قربانی می شود مانند اهل و فرزند بر آنها گرفتن چیزی حرام نمی باشد. 10 روز اول ذی‌حجه روزهای پرفضیلت و شریفی است که اعمال نیک در آنها پاداش چند برابر دارد. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هیچ روزهایی که کار نیک نسبت به این 10 روز نزد الله تعالی محبوب تر باشد وجود ندارد. گفتند ای رسول الله و جهاد در راه الله نیز؟
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و جهاد در راه الله نیز مگر مردی با جان و مالش به جهاد برآید و هیچ چیزی از آن بر نگردد و سنت آن است که در آن برای عبادت و ذکر و تحلیل سعی و کوشش کند و قرائت قرآن و صدقه دادن. همچنین روزه داشتن در این روزها به جز از روز عید سنت است و بهترین آن روز عرفه است، مگر برای حاجی که روزه داشتن این روز مشروع نیست.